بدلوا تبدیلا. تا پرچم عشق حق بر آب برافراختیم، از مخمل خون به تن کفن ساختیم. ما مفت نه سهم میبریم از خورشید، دامن دامن ستاره پرداختیم. اجازه ده پیش از همه ضمن عرض سلام و احترام به روح پاک شهدای کشور، شهید صلح پروفسور استاد برهان‌الدین ربانی، قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود، شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری، شهید استاد عبدالقادر ذبیح الله، شهید صفی الله افضلی، شهید مولا نقیب الله آخوندزاده، شهید سید مصطفی کاظمی، شهید جنرال داوود، شهید مطرب بیگ، شهید رئیس عبدالرحمن رحمانی، شهید ارباب حفیظ، شهید جنرال عبدالرازق، شهید مولانا عبدالرحمن سید خیل، شهید پیرمخول زیایی، شهید رسول خان محسنی و هزاران شهید نامدار و گمنام کشور درود میفرستم و یادشان را گرامی می‌دارم. بجا می‌دانم در اینجا بروان سنگردار مبارزه و سازندگی و همسنگر گرامیم روانشاد مارشال محمد قسیم فهیم نیز اتحاف دعا نمایم و یادش را گرامی بدارم و همچنان درود می‌فرستم به روح سید نورالله عماد، یکی از بنیانگذاران جمعیت اسلامی و نهضت اسلامی، یار و یاور استاد ربانی شهید. در درازنای تاریخی پربار سرزمین ما، در پهلوی ارزش‌های فرهنگی، حماسه بخش درشتی از افتخارات ما است که به همت انسان‌های جسور، شجاع و فداکار رقم خورده است. اگر این بخش تاریخی میهن ما را بردارد، چیزی مهمی در آن باقی نمیماند. آزادی خواهی و دفاع از مادر وطن وجیبه و داعیه بزرگی است که جان دادن در این مسیر افتخار عظیم و امر مقدس محسوب می‌گردد. آنانی که بر سر همین پیمان با خدا، وطن و مردم و ملکوت اعلی سفر کردن، نام درخشان و ماندگاری به جا ماندند. استاد در دوران حکومت شاهی با شماری از استادان و اندیشه ورزان کشور پایه‌های فکری نهضت اسلامی کشور و سپس در سال 1348 خورشیدی با شماری از استادان و دانشجویان سازمان جوانان مسلمان را پیگرفت و در حمل سال 1352 خورشیدی با جمعی از استادان و محصلان دانشگاه جمعیت اسلامی افغانستان را به راهنمود استاد غلام محمد نیازی، بنیانگذار نهضت اسلامی، با عنوان یک حزب سیاسی بنیاد نهاد. استاد در مجلس تأسیس جمعیت با عنوان رهبر آن از سوی هیئت مؤسسان انتخاب شد. خوشبختانه از آن جمله استاد بزرگوار جناب سایه صاحب از رهبران معظم ما در قید حیات هستند که از خداوند بزرگ برایشان طول عمر و سلامتی آرزو می‌کنم. استاد برهان‌الدین ربانی در کنار آن همه حلم و علم، انسان جسور، شجاع و رهبری با تدبیر و سیاستمدار حکیم بود. او شخصیت خردگرا، فقیه و از دانشمندان بزرگ جهان اسلام محسوب می‌شد. در سیاست تدبیر را ارجحیت می‌داد و در تعامل مدارا را و در برخورد با دوست و دشمن مرداک رفتارش نرم‌خویی، مدارای آمیخته با حکمت بود. وقت سخن میگفت درک میکرده که چقدر عمیق از متن قضایا و پیامدهای آن واقف است و وقتی در رفتارش نرم‌خویی را نگاه میکردی میدونستی که چقدر معنویت در روح او جولان میزند و وقتی برنامه ریزی میکرد درک میکردی او چقدر آینده نگر و رهبر حکیم بود. مهربانی، محبت و لطف استاد به هیچ مهنتی بر همگان ارزانی میشد و او از بند و قیدهای محدود و منحصر کننده اجتماعی و منطقه‌ای و قریه‌ای فارغ بود.
و تعلقش چی در زمان حیات و چی پس از شهادتش به همه مردم افغانستان است که همایش امروز و جمع آمد شخصیت‌های ارجمند چون شما گواه این سخن من است. او هرچند از نگاه علمی در معتبرترین نهاد اکادمیک کشور کرسی استادی داشت و از منظر جایگاه اجتماعی و رفاه انسانی نیز به کمال مطلوب رسیده بود، اما برای خود آرامش فردی نخواست تا برای مردم و سرزمینش نظام اسلامی و سرزمین آزاد و مردم سالاری را رقم بزند که بتوان در سایه عدالت اجتماعی حاکمیت برخواسته از اراده مردم و برابری را شاهد باشد که او در این راه از هیچ تلاش و فداکاری دریغ نورزید. استاد در عصر اطلاعی جهاد پرچم مبارزه مقدس را بر دوش کشید و مبارزه در هر گوشه این سرزمین را در کنار سایر احزاب رهبری کرد. در عصر پیریزی دولت اسلامی نیز مشروعیت دولت را با همه منازعاتی که وجود داشت با تدبیر و خردگرایی منحصر به فرد خود حفظ کرد و در عصر مردم سالاری با بنا نهادن سنت تحویل‌دهی مسالمت آمیز قدرت نشان داد که برخلاف گذشته که برای کسب قدرت پسر پدر را کشت و برادر را و اعضای خانواده و سلاطین همدیگر را حتی کور کردند، اما استاد آن پیشوای صبور و متین قدرت مشروع را با اداره موقت سپرد و بنای نظام جدید و عصر مردم سالاری را اساس گذاشت. رهبر جمعیت اسلامی در سالهای مردم سالاری نیز با تدبیر و هوشمندی منحصر به فردش عمل کرد و نقش جمعیت اسلامی را در تمامی قضایای ملی و سرنوشت ساز به صورت برجسته حفظ کرد و در شورای عالی صلح نیز برای برگردانیدن صلح تا جای پیش رفت که سرانجام با توطئه و همدستی برخی مقامات رهبری حکومت وقت و تروریستان مسلح ساخته شده امروزی در افغانستان به شهادت رسید و با دریغ سرزمین و مردم ما آن پیری فرزانه را و آن حاکم حکیم را از دست دادند. روان استاد ما، پیر خردمند ما، پیشوای ما و رهبر و رهنمای ما شاد و یاد و خاطراتش گرامی باد. اما این سنگر مبارزه و آزادی خواهی ما همیشه دلیران را داشته است که پرچم آزادی خواهی را بر دوش کشیدند و بدریغ از هر نوع قربانی شدند و پیش رفتند. آن یلی گردن فراز اندوکش آن مرد نجیب آزاده و سربلند احمد شاه مسعود که بر روایت دوست و دشمن مبارز نستو و آزاده بود، چی در نبرد با نیروهای شوروی پیشین و چی در مبارزه با تروریسم و طالبان تدبیر و هوشمندی فوق‌العاده‌ای داشت. عامر صاحب با تدبیر به مسائل نگاه میکرد و با خونسردی تصمیم میگرفت. او محور مورد اعتماد برای همه بود و در دشوارترین لحظات قدرت مدیریت حوادث را و اوضاع را داشت. گزار گرامی، در روزگاری که افغانستان به کام گروه طالبان سقوط کرده بود و جز بدخشان و پنجشیر و بخشای استخار باقی نمانده بود، با رهبری استاد برهانالدین ربانی رهبر جهاد مقاومت و تلاش‌های مفید و سازنده عامر صاحب شهید تمامی جریان‌های سیاسی و قومی در محور مقاومت ملی گرد آمدند و با مشت نیرومند در مقابل طالبان مبادل شدند. آنها رمز بقا را در همبستگی و تقویت صفوف جستجو می‌کردند و بیدرنگ به هر امکان مشروعی برای بقای جبهه و دوام استادگی می‌کردند. و به هر امکان مشروعی برای بقای جبهه و دوام استادگی فکر می‌کردند. در دشوارترین لحظات که فشار سنگین بر جبهات پنجشیر و تخار فزونی یافته بود، با جمعی از همسنگرانم
و درخواست عامر صاحب جبهه را در دره صف در دل دشمن باز نمودند که با قول عامر صاحب وطندار بار سنگینی نبرد رسانه‌هایم کم کردی. برادران و خواهران گرامی، با تحویل کشور به گروه طالبان مردم افغانستان روزهای سیاه و تاریکی را سپری می‌کنند. زنان به عنوان نیمی از پیکر جامعه از تمامی حقوق اسلامی و انسانیشان محروم و مورد آپارتاید جنسیتی قرار گرفتند و به صورت کامل از جامعه حذف شده‌اند. حذف سیاسی، حذف قومی، حذف مذهبی و زبانی به صورت سیستماتیک جریان دارد. دستگیری، شکنجه و در بند کشیدن و شهادت نیروهای پیشین امنیتی، کارمندان دولت پیشین و شخصیت‌های متنفذ توسط گروه طالبان مصداق عینی جنایت بشری است. فساد اخلاقی در میان این گروه به اوج آن رسیده است و مضحک‌تر آن است که به اصطلاح محاکم شرعی اینها فرد بدکاره لوطی را بنابر مصلحت تعلق با این گروه تبریه می‌کند و با وجود مدارک اثباتیه بیگناهش می‌خواند، اما در سوی دیگر هر بیگناهی را که خلاف میلشان باشد به دم تیغ جلادان می‌سپارند، سر می‌برند و تیربار می‌کنند. در تازه ترین مورد پدر و پسری در اروزگان توسط طالبان سر بریده شدند و کوچ اجباری و تغییر دموگرافی کشور نیز به صورت مرتب توسط این گروه جنایتکار جریان دارد. به نام مدارس دینی هزاران تربیتگاه تروریستی درست کردند و جای آموزش و پرورش مدرن را دارند با آموزش افراطگرایی عوض می‌کنند. درست با این همه این گروه در تلاش است که قانون اساسی مصوب افغانستان را تغییر دهند و به جای آن قانون اساسی ساخته شده گروه طالبان را جایگزین کنند تا جنایات و مظالمشان را به ذم خود مشروعیت قانونی بدهند. قانون اساسی وثیقه ملی است و تصمیم در مورد آن در موجودیت یک نظام مشروع گرفته می شود و یک ملت می تواند در این راستا تصمیم بگیرد، نه یک گروه تروریست نامشروع و جابر و ظالم. از دیگر موارد انحصارگرایی گروه طالبان وضع محدودیت و حتی نادیده گرفتن پیروان فقه جعفری و اسماعیلی است که حتی علمای این مذاهب را از ساختار شوراهای علما حذف کردند و این به مفهوم واقعی حذف مذهبی توسط این گروه است. گروهی که توانایی مدیریت هیچ امری را ندارند. با همین میزان جنایت و اعمال ضد بشری هر روز از سوی برخی کشورها مورد اتفاقات و حمایت قرار میگیرند و بسته های پول سیاه دریافت میکنند. مگر این روی کرد جز حمایت از تروریسم امر دیگری میتواند باشد؟ روشن است که پیامد این تعاملات خوشباورانه امنیت جهانی را هر روز بیشتر از پیش با مخاطره مواجه میکند و مسئول هر رویداد ناشی از آن همین کشورهایی هست که امروز به نام تعامل از طالبان حمایت میکنند. نه تنها امریکا، کشورهای همسایه و منطقه پولهای سیاه زیر زمین